داستان کل تاجیکستان روز 23 ماه سال 2023 خبر داد که به ضد مؤسسان جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکز دستگیری سقورته متقابله شهروندان همرازاده، شمسالله‌زاده و عارفوف بر اساس ماده 245 قسم 4 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تصرف مبلغ‌های مخصوصا بزرگ به آنها باوری کرده شده که نزدیک 4.7 میلیون سومانی یا حدود 430,000 دلار را تشکیل میدهند پرونده جنایتی گشودند. از مواد پرونده برمیآید که سخن درباره شرکت می رود که ظاهرا برای پولشویی و تصرف مبلغ‌های بودجتی ساخته شده است. داستانی گفت این حالت از آن خود کردن مبلغ‌ها با مقدار مخصوصا بزرگ در جریان یک سنجش از جانب ریاست نظارت عمومی داستانی کل انجام شده آشکار کرده شد. خود مؤسسان شرکت سقورته و نزدیکان و ادوکات‌های آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه نشر کرده مرکز مطبوعات داستانی کل شهروندان امروزاده، شمسالله‌زاده و عارفوف با مقصد تصرف اموال غیر از روی مصلحت پیشکی 20 اکتبر سال 2016 در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقورته متقابله جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکز دستگیری سقورته متقابله را تأسیس دادند که آن طبق قانون مذکور و آیین‌نامه جمعیت تشکیلات غیر تجارتی می باشد. سقورته متقابله یک شکل سقورته است که در آن هر یک اشتراکچی هم سقورته شونده و هم سقورته کننده حساب می‌یابد. بعدا بنا به فرضیه تفتیشات این سه نفر همچون مسئولان مرکز دستگیری سقورته متقابله فعالیت تشکیلات را برخلاف مقررات قانون و آیین‌نامه جمعیت همچون تشکیلات تجارتی برا مانده تا ماه آگوست سال 2021 به قرار مجلس عمومی اعضای جمعیت که مقام عالی آن به حساب می رود مبلغ‌های حق سقورتوی و پرداخت سقورتوی وارد کرده 31 سوبیکت عضو این جمعیت را به مبلغ 4,672,848 سومانی یا قریب 430,000 دلار برای پرداخت مزد مهنت، اندازها، حق سهمداران، حق کمیسیونی، خراجات خواجگیداری، خرید سوزشواری، واسطه نقلیات، خانه و غیره خرج کرده بازم برخلاف مقررات قانون بعد قطع فعالیت به اعضای جمعیت حق سقورتوی پرداخت نشده را بازپس نداده مبلغ ذکر شده را که در اختیارشان قرار داشت غیر قانونی از خود و اصراف کرده به منفعت‌های مال و ملک شخصان حقوقی علل خصوص مؤسسه‌های بودجتی ضرر مخصوصا کلان مادی رسانیدند. داستانی کل گفت مسئولان شرکت مرکز دستگیری سقورته متقابله از جمله از خدمات علاقه 785,844 سومانی، از اگنتی تامینات اموال مخصوص 480,500 سومانی، از مرکز اداره لایحه اداره کنی ذخیره ها 461,988 سومانی، از اکادمی علم ها 235,643 سومانی، از کفده آب و کاریز شهر دوشنبه 216,190 سومانی، از خدمات مهاجرت 194,130 سومانی، از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان 185,000 سومانی، از پژوهشگاه دولتی لایه کشی و زمینسازی تاجیک زمینساز 140,000 سومانی، از اگنتی خواجگی جنگل 93,450 سومانی حق سقورتوی دریافت کرده این مبلغ را از آن خود کردند. داستانی گفت با نظر داشت که در کردارهای همرازاده، شمسالله‌زاده و عارفوف علامت‌های ترکیب جنایت موجود می باشد نسبت به آنها از روی بند به قسم 4 ماده 245 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده با آنها بر اساس این بند قانون برای تصرف مبلغ‌های مخصوصا بزرگ همچون جزا و جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مدت تا 5 سال جزا تهدید می‌کند. درباره اینکه آیا این مسئولان شرکت مرکز دستگیری سقورته متقابله چگونه به چنین آسانی به چنین مبلغ‌های بزرگ بودجتی دست یافتند و آیا در اینجا مسئله زبان یک کردن آنها با برخی از مسئولان دستانشان ناپاک این کارخانه‌های دولتی نمی‌رود، داستانی در این اطلاعیه‌اش چیزی نگفته است. بر اساس معلومات نشر شده در سامانه بانک ملی شرکت مرکز دستگیری سقورته متقابله
2 دکبر سال 2016 تأسیس یافته، اجازتنامه‌اش در اساس حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه از صحنه 9 مارس سال 2021 بیکار کرده شد.